افغانستان به دلیل موقعیت استراتژیک منابع طبیعی و غنی و اهمیت ژئوپلیتیکی همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده است. دلایل اصلی رقابت قدرت‌ها بر سر افغانستان موقعیت جغرافیایی حساس افغانستان در قلب آسیا قرار دارد و پل ارتباطی میان خاورمیانه آسیایی و مرکزی شبه قاره هند و چین است. هر قدرتی که آن را کنترل کند نفوذ بیشتری در منطقه خواهد داشت. منابع طبیعی فراوان این کشور دارای معادن غنی لیتیوم، مس، طلا، زمرد و نفت است که ارزش اقتصادی بالایی دارد. کشورهای مانند چین و آمریکا به منابع آن چشم دوخته‌اند. کنترل مسیرهای تجاری در گذشته افغانستان در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و امروز نیز یکی از راه‌های مهم برای انتقال انرژی و کالا بین آسیا و اروپا است. جلوگیری از نفوذ رقبا در قرن 19 بریتانیا و روسیه برای کنترل افغانستان رقابت داشتند. بازی بزرگی در قرن 20 امریکا و شوروی بر سر آن درگیر شدند و امروز چین، روسیه و امریکا همچنین برای نفوذ در آن رقابت می‌کنند و جنگی بی‌ثباتی به عنوان ابزار کنترل برخی قدرت‌ها با ایجاد جنگ و بی‌ثباتی سعی دارند افغانستان را ضعیف نگه دارند.